امروز و داخل ویدیو قرار بریم یه نگاهی بندازیم به یکی از خفن‌ترین و گرون‌ترین اکانت‌های داخل ایران که اینجا داخل لابی می‌بینید. اولانچ مکس تنشه یا همون خدای سرما، خدای زمستون. این آهنگی که میگه زمستون نیستی تو همین مایا با انفوریخیه مکس. همینجا ویدیو رو لایک کنید، کامنت اول بدید، مثلا میشه سابسکرایب بکنید که بریم برای 100,000 تا شدن. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، حتما ویدیو رو تا آخرش ببینید چون از این اکانت‌ها زیاد پیدا نمیشه. لیتس گو، برو بریم. آقا همین اول کار میریم یه نفر از بین چیکنا انتخاب می‌کنیم، میایم داخل توتال رنکینگ نفر 36م چیزی نموده، نفر فکر کنم 4 میلیون فاصله داریم با نفر 35م. اینجا میایم داخل اکانت. یه نه عدد بگم، عدد چی بگم آخه؟ 6 خوبه، 6مین موتور. بذاریم 6 تا پیدا میشه. 1 2 3 4 5 و 6. درست گفتم دیگه، خدای دیگه اشتباه نکنم، نمیخوام حق کسی ضایع شه. خب میایم اینجا 1 2 3 4 5 6. درست خوندم دیگه. 1 2 3 4 5 و 6. دارک دینوی، نمیدونم چیزی، داینوی، نمیدونم، دین 01 نمیدونم چجوری میخونه. اسم چقدر سخته داشت، اسمای آسون بذارید. مبارکت باشه عزیزم، دمت خیلی گرم. پرچمت خیلی بالاست بچه‌ها. آیدی من دست چپ بالا هستش، همینطوری میتونید از من حمایت کنید و همین که شانستون رو دیگه هر روز انتخاب کنید دیگه. خب آقا میگن هر اکانتی رو بر اساس ایکسوتش میگن ارزش بندی میکنن. آقا ایکسوت همه ایکسوتا رو داره، همه رو داره دیگه. آره دیگه، هر 6 تا رو داره که تا الان اومده. 5 تا اومده، چرا گفتم 6 تا؟ 6 تا رو مکس داره که اینجا داخل تصویر دارید میبینید. ولی خب ما اینجا شروع نمی‌کنیم کارو. حالا میذاریم لباس پوسیدون باشه که بچه‌ها خیلیاشون دوست دارن. شما بگید داخل کامنت کدوم ایکسوتا از همه بیشتر دوست دارید. ولی خب فرعون قاعدتاً همیشه برنده است. داشتم فرعون. خب از لابی شروع می‌کنیم. این حالا پروفایل البته که داریم اینجا می‌بینیم، ماشینا رو می‌بینید، گانایی که اینجا هستش رو دارید می‌بینید که 6 تا AKM مکس داره. 12 میلیون چیکن داره. میریم اینجا تایتل رو با هم دیگه ببینیم که چه تایتلایی داره این اکانت. بسیار بسیار زیبا و ململونی ششانی. اینجا میبینید که تایتل خاصی آنچنان نداره. یه دونه کلن ونگارد واسه چیه من خودم نمیدونم کلن ونگارد واسه چیه. متیک فشن رو داره، به غیر از اون تایتل دیگه ای نداره. تایتل گرفتن خیلی ایزیه، کار خاصی نداره برای تایتل گرفتن. میتونی یه حرکتایی بزنی و حالا صدا ندا، صدا بدی میری تو مخم. چه خوب، راستی صدای پدا دیگه نمیاد، اینو حواسم نبود. آقا میایم اینجا اچیومنت ببینیم که چند تا متیک داره بچا. این اکانت خب 291 متیک داره. اگه دوست دارید که 300 تا متیکش رو خودم ویدیوش رو بگیرم، حتما این ویدیو رو لایک کنید. لایک های خوب میخوام ببینم، اینجوری لایک میخوام ببینم که 300 تا متیک این اکانت رو خودمون بگیریم. بعدن تا چند وقت دیگه، چند ماه دیگه دوباره اکانت خودمون بگیریم دیگه. شاید حالا اکانت های دیگه این وسط باشه 300 تا متیکشون رو بتونیم بیایم ویدیوشو بذاریم، چون 300 متیک خیلی چیز ریل و خفنیه. یعنی دیگه خفن‌تر از 300 تا متیک نداریم، یعنی گرون دیگه، لحاظ گرونی و قیمت منظورمه دیگه. تو کلن لاو استریت هم هست، یکی از کلنای خفنه. همه بچه موقعا اون تو ان، پاشا هم اینجا هستش، عرفان هم خودش اومده اینجا جوین شده. اگه دوست داشتید بگید برم این کلنشون یا نه. میخوام کلن خودمو اون یکی اکانت وامو لیدر کنم، برم یه کلن خفنی جایی نمیدونم کجا. این کنگه صدا میده، ببخشید خیلی عذر میخوام. اسم این کنگه من اون موقع گذاشته بودم اکبر، ولی متاسفانه من اکبر رو نگرفتم. یه دونه برینگ میزنی، خب بعد این سندبگ میزنی دیگه، واسه اون پتو نمیاره. خب خیلی عالی. بعد یه نکته دیگه که می‌خواستم ببینم این که آرپی از کی آرپی داشته. از سیزن 12 آرپی داره. این خفنیشه که این اکانت از سیزن 12 الایت مکسه. میفهمی یعنی چی؟ یعنی اکانت جدید حساب میشه و این همه خفنه و 291 متیک داره. یعنی از اون موقعی که سیزن 12 استارت شده تا الان فکر کنم خیلی چیزا رو میس نداده که رسیده به 291. میایم اینجا میریم داخل اینونتوری رو وا می‌کنیم. لباسای خفنی که اینجا داره رو می‌بینیم. این لباسا رو من خیلی دوست دارم. مومیایی هم که قاعدتاً از زمان فرعون و اینا گرفته. مومیای زرد رو ولی نداره، یعنی مومیای زرد رو نگرفته. این بده. پس اون موقع هم حتی تا سیزن 14 زیاد یوسی واسه این اکانت خرج نشده. این لباس کی اومده بود؟ نه این دوتا لباس کاستوم کریت اومده بود. وای پسر، من این دوتا رو چه میسی دادم. یعنی من اون موقع نمیدونم مثلا اینا رو ندیدم. وای اگه میتونستم اینا رو میگرفتم. اینا تو کاستوم کریت اومده بود یه سری دوباره ها، یا سیزن 12 تو. آره سیزن 12 الایت شده اصلا این اکانت. کلکوپرم. از سیزن کی استارت زده این اکانتو؟ میشه بدونم؟ از سیزن 12 کلا این اکانت درست شده. خیلی عجیب شده کلکوپرم. یعنی از اون موقع تا حالا این همه اسکین کلکوپرم. خب بعد میایم اینجا، یعنی چه جوری واسه این اکانت خرج شده. و میایم اینجا این لباس هم خیلی لباس ریری حساب میشه، خیلی کم پیدا میشه تو هر اکانتی باشه. ومپایر خب دیگه اومده بود دوباره. این لباس
لباسیه که من خیلی دوستش دارم و ندارمش متاسفانه. این لباس رو خیلی دوست دارم که دیگه رفت از کلاسیک. این لباس رو روی اکانت قبلیم داشتم که بچه‌ها که اونایی که حالا هستن دیگه میدونن دیگه، مثلا 300 دفعه گفتیم روی همین ریاکت به اکانت و اینا، تا چه بدونم رو اکانت خودم هم حتی دیده بودن. این دوزان دریایی رو من خیلی دوست داشتم خدا وکیلی. این گلادیاتور هم باحاله دیگه. دو تا از این داره، اوکی دو تا هم از این داره. این فکر کنم من خودم 3 تا دارم. یا نه یه دونه دارم. از اون کله سیزن 1 همون سالیگرد پابجیه، سیزن اولین باری که اومده بوده سال اولش، من از اون 6 تا دارم فکر کنم. یعنی شانسم انقدر سر اون باکس بد بود. حالا ویدیوهاش هم هست میتونید ببینید، من نمیدونم ویدیوهاش مال کیه، فکر کنم مال 3-4 ماه پیش باشه، شاید بیشتر. این لباس هم خیلی باحاله، اینم قشنگ بود و دوباره اومده بود. مومیای زردرم داره. میگم خب دیگه این اکانت از سیزن 12 بعد خوب واسش خرج میشده که داشته این لباسا رو. این لباس پرمیوم هم داره، اینم خیلی خفن بود. و من ببخشید این وسط چند تا رو دانلود ندارم خیلی‌ها رو، به خاطر اینه که من بازی رو 100 دفعه پاک کردم، یعنی 100 دفعه که نه 3 دفعه پاک کردم دوباره ریختم، به خاطر اینکه خیلی لگم، بعد جویستیکم تکون نمیخوره و اینا. کلا میخوام برم امروز حتی آیپد مینی بخرم اگر شد و حالا گرفتم گیم پلیش هم براتون میذارم، اگه نگرفتم هم که هیچی دیگه. حالا ببینم بعد آیپد از دوستامم بگیرم ببینم واقعا مشکل از آیپد منه یا نه مشکل از بازی. و من رو گیم‌های دیگه تست کردم، یعنی من پابجی کره بازی کردم هیچ مشکلی نداشتم رو آیپد خودم. تو پابجی گلوبال که میام مشکل دارم، یعنی فریز میشم، ایم نمیتونم بگیرم، یا مثلا پیک نمیتونم بدم، مثلا یه وضعیتی. حالا واسهتون تعریف کرده بودم قبلا. این ستم که من خودم دارمش، ولی ست خیلی باحالیه و دوستش می‌دارم. این ست خیلی ست خفنیه، مثلا این کارتو میچرخونه، این همون اموتش خیلی خفنه. خیلی مثلا کسایی که اکانت خوب دارن دوست دارن این ست رو داشته باشن، منتظرن این ست بیاد الان. نمیدونم دوباره اومد یا نه، فکر نکنم اومده باشه، فقط تو همون نه یه سری پرمیوم اومد، یه سری فکر کنم تو کاستوم کریت اومد، نمیدونم دقیقشو. بعد این ست زنبوری دیگه خدایی اینم پرمیوم کریت بود نه، بعدش تو دوباره تو سوپلای هم فکر کنم اومد، نمیدونم. آره تو سوپلای اومدش، این فکر کنم پرمیوم کریت بود، بعد دوباره تو سوپلای اومد. بعد این لباسه که اینم من دارم تو اکانتم، این لباسم خیلی باحال حال میکنه، ولی کم باش گیم پلی گذاشتم. خدایی لباس آندرریتدیه، یعنی واقعا بیشتر از اینا باید ارزش واسش قائل بود آدم. خیلی لباس خوشگلیه. تو آینده حس میکنم یه لباس این متیکر رو ندیدم، کورکوپرم این کجا بوده؟ پرمیوم بوده اینا؟ نه من تا حالا ندیدم. کورکوپرم، یعنی این سیزن‌های همون موقع با این لباسای چیز اومده، هالووین اومده، هالووین. بعد این لباسم یه لباس خیلی خفنیه که دست کمش نگیرین، اینو تو اکانتم دارم، واقعا لباس خفنیه، خیلی هم قشنگه. امیدوارم دیگه اصلا تو پابجی نیاد، ولی پابجی قاعدتا دوباره میادتش و خزش میکنه. لباسای متیک دیگه هم دارید اینجا میبینید دیگه، فکر کنم دیگه لباس متیک خفن دیگه ای نباشه که بخوایم حالا بهش آنچنان نگاهی بیاندازیم. ولی این لباسام که لباسای جدیدی و تو ویدیوهای که گرفتیم دیدید. این لباس رو ندیدید چون من نگرفتمش، چون رژنمو نمیتونستم، رژن اکانتمو نمیتونم عوض کنم و این توی رژن آسیا اومده بود، به خاطر همین این لباس رو من نتونستم بگیرم. لباس خیلی باحال و فانی هم هست، ولی خب دیگه این اصلا کلا واسه من نیومده بود و رژنم نمیتونستم عوض کنم. توی لژندریاش هم لباس خاصی نباید فکر کنم پیدا بشه، چون لژندریایی که حالا از سیزن 12 به بعد اومده فکر نکنم با اینا چرا چیز خاصی هستش. این لباس من عاشقشم، این لباس و من دیوونه‌شم. چرا؟ به خاطر شاتگانش. این لباس شاتگان است، من اون دیوونه اون شاتگانه بودم همیشه و هستم و خواهم بود. این لباس هم قشنگ یا تکون میخوره؟ نه تکون نمیخوره، کاش متیک میشد، خدایی تکون هم میخورد، خیلی جذاب میشد. بعد دیگه تو اینا چیز خاصی انجام پیدا نمیشه. برای یه چیزم داره راستی. این خفن شد. اندی رو با کارلو هم داره. من فکر کنم اندی و کارلو رو جفتش رو اکانتم ندارم. این دوتا رو هم حواسم باشه بچه‌ها بگیرم رو اکانتم، اینو یادم بندازید که این رو اکانتم کارلو اندی رو جفتش رو با هم بگیرم. فکر کنم کارلو رو داشته باشم متیکشو، نمیدونم دقیقشو، ولی اندی رو ندارم، اینو مطمئنم. اگه نداشته باشم جفتش خیلی خوب میشه، دو تا متیک دیگه به اکانتم اضافه میشه و همین خیلی خفنی. میریم سراغ هلمتاش، لباساش با هم دیدیم. هلمتا 4 تا هلمت متیک داره که خب قاعدتا این فرمان از همشون خفن‌تره و اینم خب هلمت ریریه و کم پیدا میشه. متیک هم از خیلی خفنه. بعد خب از سیزن 12 شروع شده، این اکانت دیگه زیاد نمیشه ازش انتظار خاصی داشته باشی. بعد این که بیایم این سمت، دو تا هلمت میگم کله التیمیت داره که لباس التیمیت که جدید اومده و کله‌ای که اینجا میبینید متیکا رو میگم دیگه، اینا بالاخره آیتمایی که بیشتر لباس چیز مهمه، آدم دوست داره لباس بیشتر ببینه. لژندری هم بودن همه عینکاش و یه دونه عینک متیک داریم که اونم مال خیلی سیزن‌های قبل، اونم مثلا هیچ اکانتی زیاد پیدا نمیشه داشته باشه. این ماسک بانیسته است که من خیلی دوستش دارم و خیلی هم خفنه، خیلی دوست داشتنی. بذارید این ایکس سوت بکنید تاشه بشه ایکس سوت. وای پوسیدون بچه‌ها، پوسیدون فقط بذار ببینیم ای دبل گودزیلا رو داره. وای
این کامبینیشن خداست بچه‌ها. این لباسو مکس کنی با ای دبل گودزیلا. من ای دبل گودزیلا رو میس دادم. خیلی بچه‌ها بهم گفتن چرا نگرفتیش و راستم گفتن. من به جاش رفتم پت گرفتم، اسقر رو گرفتم. یعنی ای دبل گودزیلا رو میگرفتم خیلی بهتر میشد، چون ای دبل گودزیلا ای دبل خفنیه. ای دبل زرد قدیمیه، ای دبل خفنیه، ولی این ای دبل هم خیلی نایسه، دوستش دارم. بعد این ور میام تو لباسش، لباس متیک رو قاعدتا نداره و نداده بهش. حالا یه دونه این شکلی فکر کنم متیک هست که با دورگن زدم. این لباسم قشنگه، بذار همین باشه. خب میام اینجا 5 تا بکپک متیک داره که خب مهمتر از همشون بکپک فرعونه که همه عاشق و دیوونه و اصلا یه بکپک اصلا یه لول دیگه است. فرعون بکپکش خدایی اصلا یه لول دیگه است. امیدوارم این خانم فرعون که داره میاد لباسش، زلیخا که زلیخای خودمون، امیدوارم بکپک فرعون باش بیاد، نه بکپک های دیگه که خب عادتا من دانلود ندارم، به خاطر عذر میخوام بابت دانلود نداشتنشون، ولی خب چیز مهمی هم فکر نکنم توشون پیدا بشه آنچنان که من دوست داشته باشم و خودم نداشته باشمش. مثلا اینو واسه ومپایر دوست داشتم داشته باشم ولی ندارمش. این الان به این خیلی میاد. آقا چقدر قشنگ شد، خیلی خفن شد. همین رو میذاریم باشه، میریم بکپک رو پایین دیگه چیز دیگه پیدا نمیشه، ولی ریجن دیگه ای باشه. بعد میام اینجا شلوارا چیز خاصی نیست، چون کفشش هم که یه دونه کفش پی توری داره که اوکی. بعد میام اینجا AR 26 تا AKM داره که اینجا داخل تصویر دارید میبینید. 16 تا یعنی 17 تا M16 داره که حالا همه اینا رو سریع با هم دیگه میبینیم که زیاد صحبت نکرده باشم داخل ویدیو، همینجوری بهتون نشون میدم فقط. از بحث جذاب گانا که اسکینای گانا که بگذریم، میرسیم سراغ ماشینایی که این اکانت داره. لامبورگینی که اینجا داخل تصویر میبینید و لامبورگینی صورتیه رو نگرفته، فقط این زرده رو برای اکانتش گرفته. و اینکه یه ماشین خفن‌تر بخوام، این خدایی اصلا من آپگریدی خیلی باحال‌تره، حتی از لامبو هم من بیشتر دوستش دارم، نمیدونم چرا. حالا ببینیم بعدی که میاد، یعنی ماشین بعدی که برای این جیپ میاد، ببینیم از این خفن‌تر میشه یا نه. من خدایی اینو بیشتر از لامبورگینی دوست دارم. میدونم میگه دیوونه است طرف، ولی خب دیگه من بیشتر دوست دارم چیکار کنم. ببینم جیپایی که داره، جیپ بدون سقفشه. بریم سراغ ماشینای مهمتری که اینجا داریم. یه دونه تسلا داره، خب این تسلا هرم که من دارم. بعد میایم اینجا کونیسگ داره، لامبو رو نداره، داسیاش رو چرا داره، متیک اینو داره، طلایه رو نداره. یعنی یه دونه چیزا رو گرفته، یه دونه کارتیا رو گرفت که اون موقع اومده بود. بعد باگش هم برداشتن، وگرنه من همه‌شو گرفته بودم. باگش بود، وای چه اشتباهی کردم، سر باگش اومده بود نزدم یوسی، بعد وایسادم 60 تا یوسی خرج کردم سرش، خیلی مسخره بود. میرادور هم داره. لامبورگینی اینجا لامبورگینی رو داره، خوشگله رو، و اون لامبو سبزرم داره. کونیسگ هم یه دونه داره، کونیسگ متیکرم داره دیگه داخل سدانش. اینجا دارید میبینید. پایینم که پیکان خاص دیگه نره که به چشم بیاد آنچنان، چون از سیزن 12 میگم دیگه پیکان قدیمی‌ها رو مثلا نداره، اون آپگریدی قدیمی‌ها رو. موتور سایکل اینجا میبینید دیگه، موتور مکس رو داره. موتور مکس رو دانلود دارم من. الو با این خیلی خوشگله، این خیلی نایس، من خیلی دوستش دارم. 3 نفره ها اینم اینجا و چیز خاصی دیگه نیستش اینجا تا باگی 6 تا از این چیز داره. سالگرد 2 سالگی پابجی داره. این یکی هم که هنوز براش نیومده داخل لیویکه، ولی خیلی ماشین خفنی ها. از بک یعنی از پشت میتونن خوب تیر بزنن، خیلی بده اینش. یعنی من داشتم یه نفر اسپری میکردم بعد اصلا تیر نمیخورد بهش این وضعیت. بعد میایم اینجا دیگه کجا به غیر از 4 تا اسکین قایق فکر کنم کلا اومده که این 4 تا رو داره، یا بیشتر اومده تا الان نمیدونم. دوزان دریایی مخصوصا از همه خفن‌تره دیگه، اصلا یه چیز دیگه است. قسمت آدر هم که این برای وکتوره اومده بود، این ونه که اون رو هم داره. و الو اینجا واسه یونیکورنر هم داره، M700 هم داره. حتی اون موتور سانوک، موتور خیلی لشه، اصلا آروم میره. قاعدتا لامبو رو میذاریم براش و میایم پایین و اموتاش هم که اینجا میبینید. اموتا دیگه فکر کنم تو ویدیوهای قبلی که بوده اموت زیاد زدیم، ولی خب اموت خفن یکی اینه قاعدتا که همون کارت است که بهتون گفتم و از همه خفن تره. یکی اینه که من خیلی دوستش دارم، یعنی اوی خیلی خوبه. یکی اینم من خیلی دوست دارم، تو کلاسیک بود یادتونه، اینم خیلی خوبه. اینم که هواپیما رد شده اینجا، یا خدا از این چند بار
یه همچین اتفاقی میفته هواپیما اینجوری رد شه. اینم یه دونه دوزان دریایی بود که حواسم پرت شد اصلا اون. اینم برای گلادیاتور است. اینم که اون یکی چیزا رو نداره برای دنس میزنه. ای تو بشین. این خوبه. سعی کنم اون یکی واسه اون لباس رپر چینیه که اومده بود اون خیلی خداست. اونو نداره. اصلا لباس اونو داشت. بذار بای تایم بزنم. لباس اونو پیدا کنم بچه‌ها. وای 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 وای. اون خداست اسکینش. وات لباس رو نداره. این 4 تا دختره بود که اومده بود. من 2 تاشو گرفتم. اینو گرفتم با این لباسش هم خیلی خفنه. 4 تا اومده بود یا 3 تا بود فکر کنم. 4 تا بود. وی خیلی خفنه. خیلی از متیکار هم پس اینجا میساده تازه. یعنی قشنگ از سیزن 12 فکر کنم تا الان یه 400 500 تا متیک اومده باشه. شاید آره 400 تا شاید نمیدونم. دقیقش نشمردم تا حالا ولی فکر کنم اومده باشه تا الان. آره دیگه خلاصه اون اموتی که گفتم بهتون رو پیدا نکردم. بعد اینجا هم که میایم سراغ اسکینای هواپیما که قاعدتا همه از سیزن 12 به بعده که خفن ترینشون میتونه این باشه. میتونه حتی نه چیز خوبه. بذار ببینم اونی که من دوست دارم و اینم بالا. بعد چترم که میدونی دیگه چتر متیک کلا 2 تا اومده تا الان و فرعونو داره واسه لباس آپگریدیا رو داره که خب خفن ترین چترها هم همونان. این 2 تا متیکی که اومده جدید اصلا خفن نیستش خودش. بعد اسکین نیداش هم که اینجا هست و اسموکا و مولوتوف هم که دارید اینجا میبینید. میریم سراغ 41 متریال داری شیطون. کاش میشد متریالاتو همینجا بزنم واسه اکانت خودم چه حالی میکرد خدایی. 9 تا متریال این چیزا هم داره برای لباس آپگریدی ولی خب این چیه؟ گلو materials for unlocking واسه گان کرافت چسب واسه گان کرافت واسه اون گانایی که خود دیزاین می‌کنی واسه اوناست. ندیدم تا الان 11 تا اینا داره. اینو نیاز دارم. یعنی 11 تا اینا رو میتونستم بفرستم واسه اکانت خودم. فوق‌العاده بس میشد. میرسیم به اصل مطلب که گان‌های آپگریدی هستش. 55 گان داره این اکانت. خب قاعدتاً از سیزن 12 این اکانت استارت شده و گاناش قاعدتاً مثل اکانتایی که قدیمی هستن تعدادشون نیست. یعنی 72 تا 73 تا اکانت چی دارم میگم گان اومده تا الان که 55 تاشو داره و از این 55 تا خیلی هاشم مکس اونایی که 7 لول است بیشتریش مکس فکر کنم همش مکس باشه. اینور ام 16 اسکلتی که تازه اومده بود یعنی دوباره اومده بود و مکسش کرده. ام 4 یخی مکس، ام 4 جوکر مکس، وکتور مکس، تامسون مکس، اکم یخی مکس، گروزا مکس، اسکارل ام 700 ام 4 لیزارد مکس، شاتگانی که من عاشقشم مکس، ام 16 که خیلی خوشگله مکس. این ایکیمر هم من خیلی دوستش دارم مکس. اینا هم حتما باید رو اکانت خودم مکس کنم. این کار 98 هم داره. کولان یا همون مارمولک ای دبل بنفشه هم مکس داره. وکتور قدیمی هم مکس داره. الان از نظر من این وکتور رو داشتن پوینت حساب میشه. من چه میگم چون اون یکی تا الان 3 دفعه اومده. اون یکی وکتوره مشکیه. یه دونه M24ش که M24 فرونش مکس، یوزیش هم مکس، VSS مکس، M4 پرشینش مکس. چرا بهش میگیم پرشین؟ کال آف دی وایلد. چرا بهش میگیم پرشین؟ مثلا میگیم ما ایرانیه دیگه، مثلا افتخار میکنیم به M4. بعد جک و لانترن یا همون AKM هالووینش هم مکس. البته با اون هالووین فرق میکنه. اون رو هم قاعدتا فکر کنم داشته باشید چون لباس ومپایر هم داشت. فکر کنم اون AKM رو داشته باشید. نمیدونم شما دیدید داخل تصویر یا نه. خودم حواسم نبود. مینی مکس، کیوبیزد مکس، کار 98 مونلایتش، مونلایت گریسش مکس، بعد مونلیت البته دیگه. این ام 700 اسمش بود کانسرتو افلاو و اینجوریه دیسو تو مایاس. مکس اسکال جوکر مکس. این 24 رو ادوانس فرم کرده نمیدونم چرا. این بست این گان بست کفشوزه که مکس لیدی کارمینه دیگه. فکر کنم کارمین به کفشوزک میشه. خانم کفشوزک اسم این گانشه. گودزیلا مکس ای دبلوم گودزیلا و اسمش هم واقعا گودزیلا خدا رو شکر. The Seven Seas AKM مکس، UMP مکس، اینور DP مکس، QBZ جدید که اومده بود تازه یا مکس، M4 مکس، M700 هم مکس. این M700 این اسکارلش هم که خیلی اسکارل باحالی ها. من جدیدم دقت کردم اسکارل بدکی نیست همچین. اینم مکس و M240 هم که واقعا یه M240 خیلی نایسیه. منم خیلی دوست داشتم اینو مکس کنم ولی حالا تا الان که قسمتی پیش نیامده و هزینه‌ش هم بالاست. قاعدتا یه گان بخوای مکس کنی 400 500 یورو با پیاده شی. یه SKS مکسی که دارین اینجا می‌بینین AWM
جدیدی که اومده مکس فانال فرمش خیلی خفن و باحاله. تامسون مکس، اینور مکس، ایوجی مکس، اینور مکس، اونور مکس، همه جا مکس دیگه. اینور این چیه؟ این گروزای قاعدتا گروزاش هم مکسه برای جوجوتسو کایزن بود. M700 مکس، M16 بتیکی که جدید اومده مکس، یو ام پیش خب لول اپ نکرده، اینور پنشو مکس کرده، از این طرف AKMش رو هم مکس کرده. این کارماداشر هم لول نداده، گروزار لول نداده، ایوجور لول نداده و کولت رو هم لول نداده، چون دیگه بالاخره این چیزی که حالا دیگه ما واسه کانتنت اینا لول اپ میکنیم خداییش. ولی کولت البته کولت هستم حالا بعضی موقع آدم استفاده میکنه، ولی خب دیگه مکسش همچین ارزش خاصی نداره. پت چی داره؟ پت قاعدتاً پت اولی که اینجا میبینید شرلوک سفر هست که شرلوک سفر رو داره داشمون. رابین سفر رو نداره، خیلی اشتباهی بزرگی کردی رابین سفر رو هنوز نگرفتی. رسمی سفر رو داره، رسمی سفر خوبه، رسمی سفر رو من از همشون بیشتر دوست دارم. داره رسمی سفر رو و این طرف گربه رو داره و این سگر رو داره. اسم اینا رو چی گذاشتیم بچه‌ها؟ یادم رفت چی گذاشتیم. بعد این سفر علی هم داره، سفر علی داشتم، اینم که اصلا نداریم، این خدایی دیگه این چی، این نباید هیچ کس بگیرتش خوده. بعد شمس علی داره بال میزنه این وسط. این ور داشمون این اسمش چی بود؟ این اصلا نگرفتم ولی اسم واسش گذاشته بودم، نمیدونم قندر علی، نمیدونم میز توی مایا. این داشمون اکبره که داره بازارشو نشون میده و اصغر داداش بزرگتر اکبر، نه البته اکبر از اصغر بزرگتره چون اسم خاطرم اسمش اکبره. اکبر یعنی بزرگتر، اصغر یعنی کوچیک‌تر. عربی هم خوبه با برم معلم عربیشم. چرا زبونم گرفت. یه دونه کفتر داره، کفترم خودت اسم نداره دیگه، کفتر دیگه. ایکس هم که اینجا با هم دیدیم، خداییشا ولی فرون یه چیز دیگه است. ولی التیمیت دیدم میخواد بشه خیلی زشت میشه. شما همین نظرتونه؟ من حس میکنم التیمیتش نکنیم مثلا لباس رو. ولی این لباسم خدای قشنگه. این سیلوانوس هم خیلی خوشگله، رسمیه. با این مثلا میتونی بری یه جای رسمی، با فرون هم یه جای رسمی خیلی قشنگ میشه رفت. با کلاغ میشه، با پوسیدون هم میشه، با اینم با همشون میشه. نه چرت گفتم، واقعا همشون لباسای بالیان. ولی خب دیگه هر کدومشون یه جورایی فن خاص خودشون دارن. یعنی مثلا یه نفر از فرون خوشش میاد، یه نفر از اون خوشش میاد، ولی خب بیشتریا از فرون خوششون میاد. این اکانت با همون 11 میلیون چیکنی که داره 3287 رنگ چیکن هست. یعنی همینش هم خودش خیلی خفنه که آدم رنگ داشته باشه توی چیکن ها، همینش خیلی خفنه. و این اکانت 3287. من اون موقع یادمه که اولین باری که این عدد فکر کنم اولین عدد 8000 9000 اینا بود که دیدم، کول کوپرم ریخته بود، خوابم نمیبرد تا یه شب. خیلی خفن بود اون موقع. و الان این اکانت هم 3287. خب برای من خیلی خفن بود، یعنی چون آره دیگه خودتون دیگه داستانا رو خیلی خوب بدونید و خبر دادید اصلا داستانا که الانم با دیگه سر بالا رسیدیم به 36مین نفر دنیا و این خیلی خفنه. یعنی از اون جایی که همون 3000 بودم و اینا خیلی خوشحال بودم، الان 36 نمیدونم، الان دیگه خوشحال نیستم، الان دیگه بال دارم. اچیومنتشو با هم دیگه ندیدیم. این اکانت 5635 اچیومنت داره دیگه، غالبا اکانت جدیدیه ولی خب واسه اچیومنت هم نرفته. و اچیومنت میتونی مثلا یه نفر رو بدی اکانت رو برات اچیومنت رو بزنه خیلی ایزی برسی به 6000 یونیک دستنی رو بگیری. خب برای چی نبود از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومد. حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت هم ویدیو همیشه و سابسکرایب کنید. اصلا پلن من نبود این ویدیو رو الان بذارم، می‌خواستم ویدیو رو بعداً بذارم. نمیدونم فکر کنم چند روز دیگه می‌خواستم بذارم این ویدیو رو، ولی به خاطر اینکه آیپدم نمیتونم درست حسابی پلی بدم، یعنی اومدم حتی یه ویدیو رو گرفتم بعد اومدم گیم پلیشو بگیرم، اصلا نمیتونستم پلی بدم و اینا دیگه بیخیال شدم. گفتم این کانتنت رو داشته باشیم تا برم آیپدم رو اوکی کنم، یا حالا یه آیپد جدید یا از یه کسی آیپد یه چیزی اوکی کنم از یه جا که بتونم پلی بدم. به خاطر اینکه آیپد خودم حس میکنم داغونه، ولی خب باگ از بازی هم هستش، یعنی اصلا نمیدونم داستان چیه. ولی خب میرم حالا با چند تا دیوایس دیگه تست میکنم که بتونم کانتنت براتون درست کنم. دمتون خیلی گرمه، پرچمتون خیلی بالاست. یه داستانی که هنوز مونده و دوباره بهتون بگم و یادتون بندازم اینه که بچه‌ها اگه دوست داشتید که این 300 تا میتیک این اکانت رو با هم همینجا داخل ویدیو دوباره تو ویدیوهای بعدی بگیریم، حواستون باشه که ویدیو رو لایک کنید که بتونم کانتنت بعدیش رو هم براتون درست کنم دیگه. بهتره کنید دیگه، مثل همیشه کامنت هم بدید و سابسکرایب کنید که بریم برای 100000 تایی شدن. شوق و ذوق 100000 تایی شدن اصلا از صدم بیرون نمیره. الان هی دوست دارم 2 ماه بعد مثلا بریم 2 ماه بعد یهو از همین الان بپریم 2 ماه بعد، مثلا دیوونه شم. دمتون خیلی گرم، پرچمتونم خیلی بالا. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار و پیس.